روز چهارم چالش کتاب باشگاه 50 صبحیا، حقیقتا من حالم اصلا خوب نیست. صدامم مشخص میکنه که سرما خوردم، ولی خب با همین حال گفتم میام چالش رو ضبط میکنم و براتون میذارم، چون تعهد نصف و نیمه نتیجه نصف و نیمه هم داره. چیزی که امروز به کتاب برخوردم این جمله بود: تعهد نصف و نیمه نتیجه نصف و نیمه داره. و اینکه چیز جالب دیگه ای که تو چالش چهارم یاد گرفتم این بود که همه میگن افکارتو تغییر بده تو دنیا عوض بشه، ولی خب این فقط به تنهایی کافی نیست. ذهنیت فقط 25% راهو میره و 25% دیگه قلبمونه، احساسمونه. یعنی اینکه ما بتونیم چیزی که تو گذشته اتفاق افتاده رو ببخشیم، یا با آدمایی که بدی در حقمون کردن بتونیم ازشون بگذریم و گذشت کنیم. و 25% هم قلب و احساسمون تاثیر داره و 25% دیگه جسممون و 25% دیگه روحمونه. این که ما باید به جسممونم برسیم. یه جسم سالمه که میتونه افکار سالمی داشته باشه، و این که روحمون همونطوری که جسممون به غذا و آب نیاز داره، روح ما هم به آب و غذا نیاز داره. پس فقط تغییر ذهنیت کافی نیست، ما 4 تا مرحله رو باید تغییرش بدیم.